ورزش که قاصد صلح و دوستی آن بهترین واسطه معرفی نمودن دولت و ملت به حساب می رود. با شرافت صاحب استقلالی و غمخوری های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ساحه تربیت جسمانی و ورزش همچون سمت افضل‌النوک سیاست اجتماعی مملکت اعلان گردیده است. در ورزشگاه ارنای شهر ترسونزاده نمایش فستیوال بازی‌های ملی ورزشی بخشیده به اعلان شدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی برگزار گردید. یکی از مهمترین واسطه استوارگردانی رشد ساحه ورزش این احترام و ارجگذاری به بازی‌های ملی ورزشی که همچون رمز متانت، جسوری، توانایی و دلیری و شجاعت برای حفظ ارزش‌های والای ملی و تامین سالمی جامعه روانه گردیده است، زیر هدایت و دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت از نو احیا و رشد یافته ایستاده‌اند. در آغاز فستیوال قبلا از جانب ورزشکاران نمودهای ورزش ملی، نمایش نمودهای ورزش ملی به معرض تماشا گذاشته شد که به شک برگزاری فستیوال مذکور پیش از همه احیا نمودن و از نو زنده نمودن نمودهای ورزش ملی و جانب نمودن نمودهای ورزش ملی میان نوجوانان و جوانان میباشد. و من فکر میکنم که با برگزاری مسابقه‌های مذکور و عموما تمام مسابقه‌های ورزشی ما میتوانیم که ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم را میان نسل نوروز درست به راه مانده باشیم. احیا و رشد نمودهای ملی ورزش در جمهوری تاجیکستان توسط برگزاری فستیوال بازی‌های ملی ورزشی از سه مرحله در سمت محلی، منطقوی جهت فراگیری هرچی بیشتری نوجوانان و جوانان به تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین و عنعنه و سنت‌های تاجیکانه بهر بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی، احترام و ارجگذاری از ارزش‌های ملی همزمان ترغیب و تشویق و تحکیم طرز حیاتی سالم راه‌اندازی می‌گردد. همینطور در نمایش از جانب ورزشگران همه گونه بازی‌های ملی ورزشی نمایش داده شد.